چند بار صدات کنیم خانم میرزایی؟ هی محترمانه محترمانه. تا کی محترمانه؟ شما با این هوش، با این توانایی، این کارا چیه؟ خب حیفی. هر کاری باید به آدمش بیاد. به حرفای ما فکر کن. خودت بیا دقیق با جزئیات بگو چیکار میکنی، کجا میری، با کیا ارتباط داری. خودت بیا خبر بیارم. همچین حرفی زدم؟ خودمون نمیتونیم خبر بیاریم؟ ذهنت همین جوریه دیگه، دنبال همین چیزاست. چجوری بشه مثلا یکی رو دور زد؟ اگه میگیم حیفی به شعورمون برمیگرده، میگیم که زندگی بهتری داشته باشی. بله خب، بله موسیقی خوبه، این کارو که میکنی خوبه، بهت هم میاد، مشکلی نیست مشورت بدی به کارخونه آب معدنی، میدونیم دیگه، خیلی چیزا میدونیم. نمیخواد شما خبر بیاری، ما فقط میگیم همینا. آموزش موسیقی، کارخونه، اینا در شأن شماست. ولی کارهای دیگه چی؟ همش که همینا نیست. میخوای یکی یکی بگم کجا میری، چی کار میکنی؟ اگه مدرک چیزی داشتین که الان من مثل مهمون نبودم. مشکلی هست؟ آروم میرم میام کار خودمو میکنم. مشکل قانونی اگه هست بگین حلش کنم. چیزی میدونین که من نمیدونم بهم بگین. ببین خانم میرزایی، ما کارمونو بلدیم، با کسی هم تعارف نداریم. پول میگیریم که حواستو جمع کنی، بده که همش بیافتیم دنبالت. هر کاری کردم واسه خودتون کردم. کارت واسه فکر کردم امروز نفرستم بهتره. از کی تا حالا قرار تو فکر کنی؟ بابا روتون حساس شدم خانم. به تو چه؟ زوم کردن روتون، هر روز میکشوننتون اونجا. تا حالا کسی تو رو گرفته؟ یا یکم دست به عصا راه برید. ترسیدی؟ منتظر آتوان. این همه من رفتم اونجا تا حالا کسی تو رو صدا زد؟ هر روز دارم مشتری میفرستن، به خدا دنبالتونن. دنبالم هم که باشن تو باید کار خودتو بکنی. کنارم هم باشن که هستن تو کار خودتو میکنی. بگیرنم هم تو کار خودتو میکنی.
کارت. شل بر من تصمیم گرفته، ابتکار زده، یه خاور گند زده توش. خاور شما میگی تو روز روشن من عرق بفرستم بیرون؟ بله. الان خطریه. خب مگه چیه؟ آبه. کسی میدونه اون تو عرقه؟ بار کارخونه است. دلم میخواد تو روز روشن خاور پر بره، خالی برگرده. زیاد کشیدی. 15 تا ضرر زدی. اینجا نگه دار. دفعه دیگه میندازمت بیرون. موبایلا بالا. چشم آقا. باتیش داری آقا؟ زود باش. باتیش دارم. از باتریش آقا. غفور برو عقب. اون طرف غفور جان پسو. میره. ساکت بش آروم. برو عقب. بگو. محمد امین صاحب زاده هستم. اسم پدرم سخیداد است. متولد 50 بچه‌دار هستم. در ایران زندگی میکنم. اقتصادم نمیشه. من میخوام آلمان برم. ما عیسی حسینی هستم از ولایت غزنی. 41 ساله هستم. یک تا زن دارم، یک دختر 5 ساله دارم. هر چی کار میکنم میتونم نمیشه. باشه آروم باشی. آروم. خب بس. بابا بس. آروم باشید. آروم باشید. آقا ما 2 سال در ساختمان کار کردیم. هزار بدبختی و بیچارگی دیدیم. تو که تازه آمدی دارن قلب ما پاره میشه. هزار بدبختی زن و بچه ما داره. تو خبر داری؟ اینا هولم باورشون نمیشه میخوام برم آلمان. نمیکنم، کار من نیست. یعنی چی شده مگه؟ حوصله‌شو ندارم. قطعا یه راهی واسه شما از این داره. کارا نمیکنم دیگه. یعنی چی نمیکنی؟ اینا رو تو جمع کردن زیارت هم بخوای ببری بهت شک میکنن. نمیشه. میخوای ببریشون فرانکفورت 17 نفر. خودت باورت میشه که بشه؟ یه کاریش بکن. اینا گناه دارن. پول زیادی دارن میدن. خودت که دیدی التماس میکنن. به دردسر و اعصاب خوردیش نمیارزه والا. خودت که دیدی ناراحت شدی. چیزی بهت گفتن؟ بهت برخورده؟ اینا اصلا حرف نمیزنن. من برای اولین یه زن میبینم قاطی میکنه. احساساتی میشن. حالشو ندارم. حالشو نداری یا نمیتونی؟ نمیتونستم که راحت تر بودم کلی. الانم راحتی. کاری نداری که. شما هیچ کاری نکن من میکنم. چون من اینجوری نبین. یه کاری از دستم برمیاد که خدا میدونه. من اینجوری عمل بنا نبین اینجا. یه جنمی دارم. یه خریم. اصلا خیلی از این کارا زنونه نیست. من هر چی فکر میکنم یه یوغور باید کنارت باشه. دستت درد نکنه. سرت درد نکنه. ما با هم دیگه باشیم خیلی کارا میتونیم بکنیم. این که آلمانه تا آمریکاش هم میبریم بی دردسر. مطمئن باش دفعه بعد میگم یه کشتی آدم دارم. پول خوبی توشه. فقط کافیه من و تو با هم باشیم. شماره‌تو دارم ما دیگه. آره میرزایی فکر کن ببین چی گفتن. گرفتی آمارشو؟ چیزی به نام امیر زراری ثبت نشده. خط تلفنش هم به اسم زنشه. شماره‌اش دست خودشه. پرینت تلفنش هم عادی بود. چیز خاصی نداشت. حواسش جمعه. وضعش چطوره؟ خوبه. زرنگه. بهش نمیاد ولی خوب کار میکنه. پولش هم از این منور در میاره. یعنی چی؟ کارش چیه؟ پیمانکار دیگه. بساز بفروشه. پس این منور چیه؟ مساله دلالی. همین؟ آره. تازه اومده تو این کار؟ نه چند ساله. باباش هم بساز بفروش بوده. خانوادگی. بهش نمیاد. چند وقت سر این ساختمونه است؟ دقیقش باید آمار بگیرم برات. حدودش چی؟ 2 سالی میشه. یه جوریه این امیر. دیگه پولکیه خیلی. ولی خیال راحت باشه. امیر رو برو. کارشو را بنداز. اوکی. من پیاده میشم اینجا. مرسی.
از اول نه سکته نشه. I don't know. Nothing is safe. What is it you have to say? Could they be watching us now? They could if they wanted to. Azar, please fix things for Mojtaba. I don't do that anymore. Mojtaba has to come. It's been too long. He can't stay there any longer. So he has to do his military service. 2 years is too long. Everything will fall apart. You're a woman. You must understand this. Find someone new. Or deal with it. Azar, please, Azar, I beg you. You can't buy him an honorable discharge. You're our only hope. Please. We'll do whatever you want. Stop begging. No, I just can't. I don't have time for this. No, I beg you, please. I have to go. مجتبی براتی نه اما مجتبی صدا کن. مجتبی جان تو آلیس اسکایپ شطور نمیشه. ببین همه بیشتر میگیری ولی معاف میکنی دیگه. نه کار نمیکنم بستمه. برای چی این همه راه اومدی آدم اینجا؟ هوا بخورم نمیخوای برگردم. خب یعنی چی الان چیکار کنی؟ یعنی با هر کی کار کردی گفت 30-40 تا بدون کلاشه. کیست هم فقط اعصاب و روانی. روانی؟ خب اینجوری معاف شدم که خیلی ضایع است. چرا؟ جای چیزی نمی‌نویسن تو پاسپورتت. یه کده. حالا چیز جای روانی مقانی دیگه چیکار میشه کرد؟ احسای عضو کلیتو بده بره ثوابم کردی. من همینجوری هم بدنم نمیکشه اون نشد. به هر حال با هر کی خاصی کار کنی پول رو زود بده که سری کارت حل بشه. آها سری خوبه. من میخوام کریسمس اونجا باشم. میتونی یا نه؟ خودت هم باید کمک کنی. دکتر ممکنه چیزایی ازت بخواد. اگه نمیتونم بترسیم واسه. ببین اینا همه اوکی هیچ مسئله نیست. من فقط میخوام زود برم. یه کاری کنی زود بتونم برم. قیمتش زیر 100 تا نیست. 100؟ من اگه خودم بخوام کار کنم که نمی‌کنم که زیر 150 نمیام. چرا از اول نمیگی 150 تو که هی میخوای آروم بکشی روش؟ هی زنگ نزنی بگی چی شد به اونم بگو نیاد رو اسکار. اوکی حله. چه کاریه تو داری؟ باباست دیگه بابا دست من بود که همینو شده بود پیست کارتینگ و اونورم می‌خواستیم گلف کنیم نمیذاره که. چند الان شد تو؟ مجتبی براتی با این دختر خارجیه یه مسئله دارن ها. اولا که دختر اسمش آلیس نیست تو پاسپورتش سامانتاست همون سم. قبلا سم بود حالا بهش میگن آلیس. این وارد به تهران گرفتنش الان بهش مشکوک شدن دیگه نمیتونه بیاد ایران. مجتبی باید بره پیشش. و اصلا انگلیسی نیست رفته اونجا پناهنده شده. مجتبی هم هیچی نمیدونه راجع به این موضوع. این بچه هم داره دختر 6 سالشه. احمق مجتبی خبر نداره. این مجتبی چند تا خط داره. خب اون 912 186 مال باباشه. خودش از این اعتباریا داره. باباش خیلی پول داره ولی خودش خیلی بی‌ارزه است. اینه که الکی براش وقت نذار. کارش شدنی نیست. 2 بار رفته تو معافیشو بگیره نشده دیگه هم نمیشه. اینا نگفته برات؟ نگفته کارشو شروع کنه براش دیگه.
مشتبه رو نرو. بهش بگو نه. درد سر میشه برات. سلام خانم. 32 تومن. بفهم. متشکرم. این کارتا رو میشه بذارم اینجا بدیم به مشتریاتون؟ اینجا جای تبلیغ نیست، میریزه گم و گور میشه. بله حق داریم. ببخش. بدیم من حالا. خیلی ممنون، لطف کردی. مرسی. خب چی خب؟ چیکار کنیم؟ اینجا مال کیه؟ شخصیه. خیلی وقت اینجایی؟ 3-4 طبقه‌اش هم پنت‌هاوس، همه چی تکمیله. کمل نیست آدمایی که اینجا برات کار میکنن؟ نه بابا نسبشون هم زیاده. میخوام چیکار؟ چی شد؟ پاسپورتاشون جوره. فقط 30 تا بدن برن. چه عالی. از کجا شروع کنیم؟ تموم شده. تموم شده؟ فقط پولو بدی. یعنی چی باید پولو بدیم؟ پس من چی؟ تو چی؟ قرارمون این بود که تا یه جایی برسونیم کارو، بعد من پولو رو کنم. نه می‌خواستی بشه که شد. من باید تو دل جریان باشم، بدونم داریم چی کار میکنیم، کجا میریم. تو دل اینجا باشی برات بیشتر مفیده. بس نیست. 40 تا بگیر 10 تاشو بردار. اینا 30 تومن هم نمیتونن جور کنن. چه جوری؟ چه اصلا قرار ما پول نیست که. قرارمون بود که به من کار یاد بدی، من کارو یاد بگیرم. پروژه بعدی بیا کارآموزی. قیمتش این نی. درسته. آره. نرم فرانکفورت، برگردن قندهار. آخه چه جوری درست شد؟ چرا به من درست حرف نمیزنی؟ من باید بدونم. سر زیادی داری میزنی، اعصابم به هم میریزه. برو. چرا من برم که تو کیو داری که میتونی به هواپیما تو چه؟ چه خوشگل میگی به تو چه حال میکنه. میخوای یا نمیخوای؟ چرا نمیخوام؟ بذار یکیمون 2 تا بشه. چرا با من کار نمیکنی؟ بذار شریک بشیم. دونه بدونه دیتیل وار رطوبتی میریم جلو. 30 تومن هم زیاده کمش کن. همون 30. 25 تا من 5 تا تو. بعد کار نکرده داری 5 تا گیرت میاد. من صدا بفرستم برای تو پیتزا، اون وقت اون جذاب جوگندمی لم بده پشت فرمون، خیلی راحت آمار غلط هم بهت بده. اگه از من آمار میگیری بهت میگم الان هیچ کاری نکن. همیشه خودم گفتم کار کن، حواسم هم بهت بوده، گیر نیفتادی. اون امیر پیمانکار نیست، مشتری هم نیست، میخواد سر از کارت در بیاره. پلیسه. الان همه پلیسن. بعد تو میری مشتری میگیری، تو همون مشتری یا پلیسه. اینا رو بهت میگه اون جوگندمی؟ نمیگه. کار دیگه داره بات میکنه. مشتری نگیر الان. قربانت، فقط صدا رو دیلیت کن. به چه درد میخوره بزرگیش؟ فقط دلمون خوش بزرگه. چه فایده؟ نداریمش که. چی میگن حالا؟ چی نمیگن، هر دفعه یه چیز. کارشونو کردن دیگه. چی بگم؟ دستمونم به هیچ جا بند نیست. ببخشید. این خبرام نیست دیگه. یعنی اینقدر بی‌در و پیکره؟ نیست. انشالله که نباشه.
حقمو خوردم. ظلم شد بهم خیلی. بی‌انصافی میکنی. سختی هست اما ظلم دیگه نه. مال ماست اینجا ولی مرده توشه. زمینمونو کردن قبرستون. مادر خود من اینجا خاکه. من که نمیخوام به مرده ها بی احترامی بشه. منم نمیخوام. چند سال مادر من رفت اومد، شهرداری، اوقاف، آخرش دق کرد، وصیت کرد من اون زیرم که زیرم. تو نگران نباش، اینجا رو پس بگیر. خودم هم خیلی رفتم اومدم، وکیل گرفتم، شکایت کردم، میدونم هم که چیزی نمیشه. شما خونه آخر منی. من کار خلاف نمی کنم. مگه من میخوام کار خلاف کنم؟ شما کمک کن حقمو زنده کنم. چی داری که باش حق تو زنده کنی ها؟ یه جور باید بگی این زمین مال توئه. باید قانونی حرف بزنی. عزیز من این ملک آب و اجدادی منه. این زمین مال ما بوده، مال آقا جان من بوده. نسل به نسل چرخید رسید به من. شد قبرستون. قبرستون با صفایی هم هست. واقعا. اصلا این کوچیک آرامشش بیشتره. آرامشش بیشتره. تو زمین من مرده‌های مردم رو خاک میکنن، پول کفن و دفن میگیرن، درآمدشون هم خیلیه. زمین مال منه، هیچ. پول مال اوناست. خودتو ناراحت نکن، به جایی هم نمیتونی برسی. اونا هم وظیفه‌شون رو انجام دادن. خب اینو که چند سال همه دارن بهم میگن. شما چه کار میتونی برام بکنی؟ من تا یه جایی بتونم یه کارایی بکنم، اونم قانونی، بتونم کارتو سریع جلو بندازم. خب مال منم قانونیه، دستخط، استشهاد، همه چی دارم. با اینا نشدنیه. به جای این کارا دلتو بزرگ کن. بعد یه زمین بی مصرف رو برداشتن کردن قبرستون. خدا خیرشون بده. بخشید و نفستون از جای گرم بلند میشه. یه جوری حرف میزنین انگار هیچ جایش مشکلی نیست، همه چی گل و بلبل. برای شما که بد نبوده. حالا یه زمین تامین ریختی. به جاش برکتش میاد تو زندگی. شما دیگه این حرفا رو به من نزن، بد نمیاد اصلا. میگی سوها بشی دیگه نه؟ منم باور میکنم. اونا رو چیکار میکنی؟ مرده ها رو چیکار میکنی؟ بیدارشون کنیم بگیم ببخشید ملیحه خانم زمینش رو لازم داره، فعلا بلندشین برین جای دیگه بخوابین. نمیشه که خوابن. اوبوا اوبوا دیگه. اوبوا اوبوا یه دور دیگه بگو. اوبوا. آفرین. آره همینه. خوبه تدریس اینو میکنی؟ خوبه. باریکلا یه کار دیگه هم داری. ساعتی بهت پول میدن یا روزی؟ شما هر جوری دلت خواست بده. جلسه‌ای بده. اصلا نده کادو. شما کارت چیه؟ از مشتریای سازت هم همین میپرسی؟ نه اونا معلومه چی کار میکنن. آها ما معلوم نیست. نه معلوم نیست. یه پولی دارم تو بانک. اون که پوله. کارت؟ فعلا هیچی. قبلا هم هیچ. بیکاری، رانندم داری؟ پول زمینم زنده شه میخوام فست فود بزنم. فست فودو که همه میخوان بزنن. کارت میشه ولی من نمیکنم. نمیکنی؟ نه باید به دردت هم بخوره. خدا رو خوش نمیاد. اینجوری در حقت ظلم کردم. مفخورتر میشی. هرست گرفته خانم. هرست گرفته. خوبه والا. زنی که معلوم نیست کیه، چی کاره، از کار درست کنه، مطربه. نشسته منو اینجا ارشاد نگهدار غفوری. به تو چه مربوطه؟ دسامه برو گمشو. کثافت بلم کن. حیف شد. ببخشید کتکش زدی؟ کتکی که باید میخورد. رفت دیگه نمیاد. نیاد زیادن از اینا. از اینا زیادن؟ حالا چیکار کنم؟ رفت دیگه. زنگم که نمیزنه. کتک بخوره زنگم بزنه. بیخیال. پولش ولی خوب بود. مجتبی امیر هستن. بس همه فعلا. میگه مجتبی. چند بار بهت بگم اون اسمش سوخته، روش حساس شدم. تازه پول اون کجا پول این کجا؟ این زمین 15-20 میلیارد تومن پولشه. یه دونگش هم بهت برسه خیلیه. حالا چرا هی تو میگی؟ دیگه موضوع تموم شده است دیگه. رفته برم نمیگرده. برگره به نفعشه. اون
زمین میارزه به 4 تا فوش و کتک. زنگ میزنه یعنی؟ تو چرا خودت زنگ نمیزنی؟ من زنگ بزنم به اون؟ هرگز. خدا رو چه دیدی؟ شاید هم خودش زنگ زد. باید زنگ بزنه، از من معذرت بخواد، از دلم دراره. بخشیده میخواد بهت پول بده، زنگ بزنه، معذرت خواهی بکنه. خب کوتاه بیا دیگه. نظر تو چیه؟ برم؟ آره من میگم کار کن، ملیه رو برو. حالا ببینیم چی میشه، زنگ میزنه یا نه. اگه زنگ بزنه که معلومه که مشتریه دیگه. نه؟ مرسی که هستی، قلب من مال توه. مرسی که هستی، چشم من مسخ توه. عالیه. حرف نداره، شعرت، موزیکت، تنظیمت همه با هم جفت و جوره. میدونم. بگو چجوری 6 ماه به اینجا رسیدی تو؟ تموم کردم. فقط باید بیام بیرون. یعنی دیگه فکر نمی‌کنم چیزی مونده باشه. خب تموم شده است برام. خودش کار میکنه، میترکونه. نه چی نمیخواد. نمیشناسنم، از این دارم میخورم. مگه داریوشو کسی میشناخت اولش؟ داریوش فرق میکرد. به اون موقع کسی نام یه داریوش بود، یه ابی بود، یه معصی دیگه. الان همه میخوان خواننده شن. دست زیاد شده آذر، میدونی بعد برام سر صدا کنی. یعنی درستایی بعد بیام بترکونم. اینجوری که همینجوری میخوام تو هم باشی. ولی فصل چی؟ کی میخوای بیای بیرون؟ پاییز که کتک بزنم رو سن و اینا. خیلی پاییز مالزی باشه. نه مالزی که نه، اول که ایران، اول میلاد، برج میلاد پرچم میکارم، میترکونم قشنگ. میلاد اوکیه، اندازه به من بده. چقدر میخوای بیای بیرون؟ ازم نتونم بیام بیرون. از در میام بیرون بپاشم مردم دورن شلوغ، میدونی اذیت شم. توضیح اضافه نده، فقط ضبطش کن. ضبط دیگه این هیچ خوندم دیگه. این به درد نمیخوره. این زنونه است، این صدای زنونه انگار مرغ داره تخم میذاره. احساسی خوندم قربونت برم، چیزا نمیفهمم. یعنی تو احساسی میشه صدات اینجوری میشه؟ ما همینیم، همه خواننده خونده همینن. صدا حرف زدنشون با صدا خوندنشون فرق داره. آقا جون همایش شجریان میشناسی؟ باش حرف زدی اصلا حرف میزنه انگار بچه 9 ساله داره انشا میخونه. آواز میخونه برگت میریزه. اینه. همه ما همینیم دیگه. خب نمیشه هر اونجوری نیست. تو حرف میزنی برگم میریزه. بخون درستش بخون. الان چی مثلا آرت بیشتر هم میفهمی؟ اون که معلومه. ما جمع کنیم بریم خونمون دیگه. تو که خونت هستی، من اومدم بیارمت بیرون ولی اینجوری فایده نداره. بشین قشنگ کار کن. خوبشو بفرست. زرزرم به من زنگ نزن. وای برم من پکوندی. خیلی کار زشت داری میری بابا. یه دقیقه بیا بشین وایسا. بیا قشنگ چشاتو به من تمرکز کن. برو تو شعر میگیرت. این خیلی درست. استوب. هر دفعه همینو میگی، من میکشونی الکی اینجا هیچی به هیچی. برو خوب کار کن. لحظه‌ای که داری میخونی به من فکر کن. صدا مردونه در. صدا مردونه چیه؟ اون حسی خوندم. یعنی چی صدا مردونه؟ صدا مدلش همین. Sam is such a nice name, isn't it, Samantha? Or you prefer Alice? Yes, I do. I'm sure it's not easy being a refugee. No, it isn't. But money makes things easier, doesn't it? Yes, it does, but I don't have any. You have nothing to worry about. Mojtaba has more than enough. He can provide for you. He can even offer your daughter a life that her real dad could never do. Arthur, it's not what you think. I'm not like that at all. My daughter was a blessing in disguise for me, and I could never give her up. I came to Manchester to get away from everything. Mojtaba cannot know. I tell him in my own time. Samantha, you're going to have to give something up. Money. If not, I will tell Mojtaba everything that he should never know. And if you do tell him, I will find out and I will put a stop to it all. Life in England isn't as great as you think. Mojtaba's family have money. What do I have? Good night.
من ازت پول میگیرم که بگم الان کار نکن. کاری به آمارای جوگندم ندارم. اون ملیحه زمین و ایناش قصه است، پلیسه، زنگم میزنه خودش. هرچی میگم برعکسشو کار میکنی؟ باز مشتری گرفتی؟ دلت میخواد جلو چشم خودشون کاراتو بکنی، هیچی هم دستشون ندی، کاریت هم نتونن بکنن. الان همه پلیسن. نکن، بشین خونت. قربانت، فقط صدا رو دیلیت کن. جونم خانم. این الان کدومه؟ یعنی یعنی چی؟ یعنی که این کلوب الکیه، بطری پر شده است. میفهمم. اینو من و شما میفهمیم، چه فرقی میکنه؟ این آب دیگه خانم. یه لحظه است. میریزن میگیرن ها. اونو جوابگوش من باید باشم. شما مگه من نداشتی همه کاره؟ برای این وقتا گذاشتی دیگه. چه غلطی کردم. من اینجا فقط مشاورم ها. اگه بیان از من سوال کنن در جریان نیستم. بگیرن تو رو میگیرن. اگه میخواستم بگیرن تا الان گرفته بودم. الان میخوان بگیرن. الان دنبال منن. من با همه چیزو به تو توضیح بدم. مشتری فرستادن واسه من ردگم کنی متن پیمانکار. یه زنه رو فرستادن دیگه واسه خیلی ردگم کنی. خب نباشین. الان یه تایم میبریم بیرون. بریم مسافرت. اصلا بریم خونه. میشه فقط حواستو بدی به کارت؟ مجبور میشم اینجا رو ببندم ها. چشم. کوتاه‌ترین جاش. سریع‌تر برو بالا اینجا رو. الو. شما؟ نه نداشتم تلفنتون رو ملیحه خانم. خوبی؟ خواهش میکنم. باش. فردا میبینمت. نه خواهش میکنم. خداحافظ. بازم ببخشید اگر اون روز من بی‌حرمتی کردم، سوء تفاهمی شد، واقعا دست خودم نبود. معذرت میخوام. منم از کوره در میرم دیگه، حالم دست خودم نیست. همون اشکال داریم دیگه. گل بی عیب خداست. بله. دکتر میرم، با هم خیلی حرف میزنه. البته از طرفی هم آدم با اونایی که دعوا میکنه بعدش یومینی خیلی هم صمیمیتر میشه. منم همینطورم. صمیمیتر میشم، رفتارمون با هم خوب میشه، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، عین دوتا خواهر میشه. بله. نه نمیتونم. وقت دکتر دارم. تو راه هم الان. نه آدرس میدم تو بیا اونجا. به فکر کارت هم هستم. میشه براش یه راهی پیدا کرد که زودتر پولشو ازشون گرفت. خدا ایشالا اندازه دلت بهت بده. یعنی اگر مشکل این زمین حل بشه انگار آب رو آتیش دل من آروم میگیره. حل میشه ایشالله. آقا بعد از پیچ من پیاده میشم. چطوری خوبی؟ بفهمید یه لحظه بهش بگو عجله دارم. دکتر خانم میرزایی. صبح از خواب پا میشم، شارژ سر حال، دوش میگیرم، شروع میکنم، ورزشمو میکنم، ولی خیلی زود روزم تموم میشه. خب خیلی مایوس کننده است. دلم میخواد کار داشته باشم، برم سر کار ساعت 8 صبح 5 بعد از ظهر برگردم. دلم میخواست اصلا وکیل باشم، تو این راهروها راه برم، کفشم تق تق صدا کنه. این وضع برام خیلی بده. راضی نیستم از زندگیم.
سری مشق هست من بهت میدم که باید انجام بدی. هر چیزی که ناراحتت میکنه، خوشحالت میکنه. در ضمن یه سری نقاشی هست که باید رنگش بکنی واسه من بیاری. خب نقاشی به من میدین شما؟ من دارم از مسائل خیلی جدی‌تری براتون حرف میزنم دکتر. الان مسئله من واقعا این وسط روزمه. درستش میکنم. مرسی. فقط قرص خیلی بار من نکنینا. جنابی هنو بیاس نشده بهش بود بیاس نشده هنوز یه دونه بیشتر اینجا اینجا نکن من همه اینا هنوز دارم حس میکنم آی بله چطوری؟ چی زنگ میزنی؟ چی شد خب؟ چی شد؟ خودت گفتی دوباره گوش میکنم خبر میدم خبر دادم مگه؟ خبر ندادم که من به خاطر تو رفتم از اول با صدای خودم خوندم قشنگ کلوفترش کردم برای هر کی گذاشتم همه گفتن تو احساسی و با اختلاف بهتر میخونی صدای مردونه دیگه تموم شد آذر هیچکی صدای مردونه نمیخواد داره دیر میشه مردم یه ذره احساسات میخوام من دارم احساسی میخونم جان؟ بریم شاکرت نیست چی میشه حالا یه خود دیرتر معروف شی خیلی بد میشه؟ مسخره میکنی؟ آره اون کارمو بکن دیگه طوری نمیشه که من معروف شم برای خودت خوب میشه کار میکنیم خب پلن چیه؟ پول بده پول که اصلا من تو هم مشکل پولی داریم همین الان میخوای برم هر چی من میخوای بزنم به کارته خب بعد هر کاری میگم میکنی هر چی بگی 80 تا تموم شد 80 میلیون ولی یه سیم خودت بذار جای من نمیخوام چیز شا تو دیدی به یکی 80 تومن بدی و یارو بذاره بره جوابگوی ما کیه نمیخوام مثلا بگم مثلا ببین یه دقیقه این بغل نگردم یا آذر کجا میری؟ این آقا امیر کجاست؟ سلام خانم امیر بالاست سلام خانم خسته نباشی محکم کن آقا کاپیساتیرینگش کن زود باش سیمان که نمیریزی بکشیش یه خورده شونه چپتو بیار بالاتر صافش کن دهنتو ببند دندونات معلوم نباشه ببند اون دهنو پاتو باز کن برو پایین پایین‌تر پایین‌تر تا کجا بره بعدی گوشت معلوم نیست گوشت بیاد بیرون قشنگ بیا انگشت بزن بیا یه انگشت دیگه بعدی
تموم شد. به دردت خوردم نه؟ مغروم به صرفم. کار من همین بوده نه؟ نه، کار دیگه هم ازت برمیاد. خسته نباشی. این هم هست. چقدر شد؟ $16. خدمت شما خانم. این هم حساب کنیم. این افتاده بود پایین فلش. یه موقع مال کسیه. خیلی ممنون. ترسیدی؟ آفرین خوب بود. کارات زشت قشنگا، یعنی آدم زنگ میزنی الان میتونی بگی دیگه کارت کنسله. برای چی کنسله؟ من میگم 80 میلیون پول میخوام بدم، یه رسید به ما نمیخوره. بگو نه اصلا من با تو این حرفا رو ندارم. وقت منو نگیر. همین مونده بود تو دنبال من بیافتی. کار دارم. چی کار داری؟ به تو چه؟ نه یعنی منظورم اینه که اگه کاری داری من هستم، جایی بخوای بری من میبرم. تو باید دو کجا؟ من با کله در اختیار. برو بشین خونه بخون. اون شبا میخونم، روزا با تو هم دیگه میبرمت میارمت. آها زلزله چطوره؟ اسم آدم زلزله خیلی خوبه. خیلی خاصه، بعد تو زمینه شهر به هم نریزه. اصلا برنامه هم همینه. فقط اینو یه کاریش بکن، تو اینو راش بنداز. آذر تو اول خودت یه تکون بخور. من تکونامو خوردم. تو الان هسته مرکزی این زلزله. این زلزله جان آره نوکرتم هستم. باید بگو آریا بیار یا میاد. بعد تیک میزنی. بعدش هم هستی معلومه. عاشقم نشو. برو. ای غم مستان ای توحید دستان جود و کرم آمد ای علی اصغر غم مخور دیگر سقای حرم آمد مست و مستونم با دل خونم من شور و زمزمه دارم همه شب در دل قبول حق باشه خانم‌ها، قربون قدماتون. به حق آقا ابوالفضل انشالله که حاجت روا بشید. خدا به حق ام البنین گره از مشکلات همه باز کنه. به حق فاطمه زهرا خدا مریض همه رو شفا بده. مریض شما رو هم شفا بده انشالله. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، تعارف نکنید. مهمون آقا ابوالفضل. بفرمایید. خوش گذشته بهتون؟ آره خیلی خیلی جالبه. انشالله به سلامتی کارو شروع کنین، منم جور میکنم. یه چیزی باید بدی. میخوام این برون بر برم، باید جیبم پول باشه توش. 200 تومن از کجا الان بیارم؟ مثل 20 تا حداقل پول زمین انتها. والا کوتا زمین شما کاری نداره، بی خودی واسه خود گندش کردیم. آخه من اگه 200 تومن داشتم فست فودم و راه مینداختم زمین، نمیخواستم دیگه. بگو بهت بدم. کیا؟ اینا که چرا؟ الان درا همه صاف آمادگی دارن، راحت بهت کمک میکنم. اینا اصلا نباید بفهمن که بابا درست نیست. مگه با هم نیستیم؟ با هم چیه میگی؟ با هم پول ندارم الان. تو چرا اینجوری شدی؟ خوب بودی که من الان میگم، اصلا نمیگم تویی، میگم یکی از نیازمنده، هر کی به واسه خودش کمکش کنه. ولش کن بابا، اصلا ولش کن. من نمیدونم چرا دوباره با شما وارد صحبت میشم. خب نشو. پول دادم اصلا چی کار میخوای بکنی؟ تو ندی مغزم را نمیافته.
دنگ بدم، شریکت کنم، دنگ بردار از زمین. اینطوری که بهتره. پول نقد؟ پول ندارم، 100 تاشم نمیتونم بدم. کنسل پس. هی دارم آبروداری میکنم، هی خودمو میخورم، چیزی نمیگم، دوباره عصبی میشم. شوهر کنی درست میشه. خراب شد. قمیشم نوع نمیدونم چرا اینجور شده. امتحان کن دوباره. فنرش نیست. این تیکه رو ول کن. برو از سر بگین و بعد برم خونه برات درستش کنم. من از دیشب تا حالا نمیتونم درست بشینم نه بخوابم. تمام اینجا هم تیکه تیکه شده. تو هم نمیخندی اون پشت. عمل پلاستیک حلش میکنه. بخیه میزد که دیگه نمیشد خودزنی. الان بریم اونجا یه چیزی بفهمن بپرسن چه خاکی سرمون بکنیم. اونا هماهنگن، فقط اونجا حرف نزن. هرچی هیچی نگی بهتره، کیست تاتره. عمل کرده؟ کی؟ آلیس فیسو. نه بابا، نچراله. از 12 سالگیش مدل بوده. خوشگله. خوشگل که وحشیه، بیشتر وحشیه. خیلی به هم میایین. آروم شد، خدا رو شکر. تا حالا اینطوری شده بود؟ آرامش گرفته. الان آرومه ولی باید بمونه. چی شد اینطوری شد؟ نمیدونم چی شدی و کاسه رو برداشت افتاد به جون خودش. چند وقت بود خوب شده بود اصلا. حالا دکتر میگه باید بستریش. نمیدونم نکنه اینجا حالش بدتر شه. خانم اینجا بهش میرسن درست حسابی؟ دکترها کارشونو بلدن. یه وقت به این بچه شوک ندن، ضعیفه. خیالتون راحت. جان؟ خیالتون راحت باشه. پدر مادرش هم نیستن خانم. شما فقط اینو امضا کنید. دیدی داشتی؟ هی ندارم همه دارم. اجدادم اومد جلو چشم، با مصیبت جور شد والا. خدا میرسونه، زندگی سخته. وضع مردمو ببین. چی شد اومد تو حسابت؟ آروم گرفتی؟ کاش میشد آروم گرفت. چی کار کنیم الان آذر جون؟ کجا بریم با هم دیگه؟ بیافتیم با هم دنبالش که زود حل شه، بره این مصیبت. صبرم دیگه تمومه ها عزیزم، کلافم. بهت میگم 60 تا دادم تازه میگه بهت میگم. میخوام خودم هم بیام وسط، نمیخوام بشینم منتظر، نمیتونم. اینا هم که گفتی آوردم برات. بخون. پول زحمت کشی تو دادی رفت. حیف. یا که به درد نمیخوره، خنده داره. چشه؟ پیش من آوردی، جای دیگه نبر. خب بقیه جایی هم که داریم کاغذاش همین جوریه نی؟ بقیه ارث و میراث تو راحت فروختی؟ هیچ کدومو نخوردن.
عد گیر دادن به این یکی، دست گذاشتن روش میگن نمیشه. یه جوریه این. هر جوری از جون عزیزت شروع نکن. نمیشه، فایده نداره. خیلی راحت وصله میچسبونی به همه. درست اون نیست. قبرستون وامونده سند میخواد. یه چیز محکمی باید داشته باشی که باش سینه‌تو بدی جلو، بگی اینجا مال منه. قبول کنن، کوتاه بیان، یه پولی بهت بدن، کاری باش بکنی تو این سن. تو این سن. نصفشو الان میدم، بقیه‌شم چند روز دیگه. کلش 17 نفر که کلشو ندادم، من الان بدم. دادن کلش. غلط کردم، غلط اضافه. اصلا ندادن، تو باید بدی. من کجا بیارم بدم؟ داری دبه میکنی. دبه چیه؟ من ضرر کردم، چوب 200 طلا شدم، من باختم دیگه. آبرو برای من نذاشتن اینا. چی میخوای امیر خان؟ ها؟ من دارم میگم که کار که یاد نگرفتم، پولم نداشته باشم. خب حداقل یه پول بیشتری بمونه برای من. کارت. تو چرا انقدر سفتی؟ رفتیم بالا بهشون بگو پولو گرفتی، من چیزی بر نداشته. حتما. خب اونا هم نمیشناسنت که، بیچاره حق دارن. میشناسنت؟ یه ماهه چجوری بهت اعتماد کنن؟ خودت بودی میکردی؟ سند جور میکنی؟ سند چی؟ یه سند زمین درست کن، دوتایی با هم کار کنیم. سخته. چی؟ سخته. کار کنیم همین بود؟ به همین زودی وا رفتی؟ من کار کنم تو بخوری. همون پاسپورت و اینا خوبه، هم که میخوام برم پولش هم بیشتره. تو فقط میخوای به من خودتو بچسبونی. من آدم اضافی میخوام چی کار؟ همین قد بودی، اندازت همینه. میخوای برات یه روزه جورش کنم؟ 2 روزه، اصلا 3 روزه. یه روز. این حداقل کار 10 روزه. بتونی کاری هستی بر خودت. بعد با هم کار میکنیم، دوتایی رطوبتی. زنگ زد ملیحه، معذرت خواهی هم کرد. حرفت درست در اومد. حرفمون همیشه درست در میاد. همیشه؟ قبلا مولا درز آمارت نمیرفت. باشه الان مولای کدوم درز رفته؟ امیر 2 سال نیست سر این ساختمونه، 1 ماه اومده. خب که چیگاه اشتباه میشه دیگه. فقط هم کارش گچ و آهک نیست، قرار برای من سند بیاره. چه خوب دستش درد نکنه. یکی بخواد کارتو راه بندازه باید گیر بدی بهش. معلومه از کجا داره جور میشه. چه فرقی میکنه از کجا جور بشه؟ ولی هم که پول نداشت زرتیش هست آورد داد. داری الکی حساس میشی. اینا همه کارشون درسته از اون پسر قرتی است. خیلی علافه، ولش کن. باش بهم خوش میگذره. فقط خوش میگذره چرا اینقدر وقت میذاری براش؟ کاری به من نداره، کرمش آواز خوندنه، هست واسه خودش. مشترم که داری کار میکنی. آره خیلی هم داره کارش خوب پیش میره. دوست نداشت اینا رو برم. فقط امیر و ملیحه. هر کاری دلت میخواد داری میکنه دیگه. هر کی من بگم نرو میری. راضی نیستی نه؟ پیاده میشم. کدوموری میری؟ میان دنبالم. الان برنامه ما شد این همش رو موتور. کجا بلدی منو ببری؟ میخوای بریم یه کافی بزنیم یه چیزی؟ که میخوای ببرنت باشگاه انقلاب راه بری؟ الان یه چیزی رسیدیم، همینجاست. چی؟ همینجا، اینجا. مرسی. چی اینجاست؟ خونم اینجاست. خونه؟ چی دنبال چی میگردی؟ نکنه فکر کردی الان میگم یه بالا. نه میخوام برسم خیالم راحت شه. حالا اگه اون نظر دعوت چیه تعارفی کردی که ما اومدیم چایی. ولی
دوبار بهت خندیدم خرورت داشت. جنبت همین بود؟ این کاراته میگم انگوشتو بگی پایین پر رو. چی حالا مثلا خونت یاد بگیم طوری میشه؟ برو پسر خوب برو. زشت. سعید غلامی مبارک باشه. اینجا چیکار میکنی؟ من صدات کردم بگی نگو. برو عقب، همه عقب. بفرما خانوم. یه روزه ما اینیم دیگه. پاره ای هستی برای خودت دیگه. چیه بلدی؟ شما مادر خانده عقب. دست ما رو هم بگیر، دوتاش بتونی راحت دیتیل وار بیای جلو. کار میکنیم با هم. چی گوش میدی به این جدیت؟ داری که کار عمل را میندازی الا ما. آخه همش حرف میزنی. همش حرف میزنی که چی کار کنم؟ میگم همش حرف میزنی. ریختی پولو؟ میریزم اونو. من نمیتونم بدون هیچی کار کنم. حالا یه دونه کار ما رو لای مریض انجام بده بره دیگه. من به جایی برمیخوره. چرا؟ عاشق چش ابروتم مگه؟ تنتم؟ میشی. چی؟ میشی. چی میگی؟ عاشقم میشی، فنمم میشی، تو کنسرت هم میای، من اون بالا تو اون پایین. اوکی تو خوبی. بذار این صدا به گوش همه برسه آذر. بذار همه با این صدا حال کنن، خودشون توش پیدا کنن. بعد صدات بعده که به جاش حس داره، میگیره آدم. میگیره ول نمیکنه. نبایدم ول کنیم. این چقدر هزینه‌اش کردم. ماشین و خونه و زندگی همه چی براش فروختم. هیچی هم نشدم. هیچی هم نمیشی. ماست نداری؟ ماست هم داریم، نوشابه هم داریم. بدبختی هم میدونی چیه؟ که قبولم نداری. اگه یه ذره قبولم داشتی من وضعم خیلی بهتر بود. حس من نمیفهمی. قبولت هم داشتم مجانی برام صرف نمیکرد. ما نگفتیم مجانی، ما هدیه میدیم. اینجوری نیستش که در حد هدیه. گرونم خیلی. ادامم زیاده. این بد ادایی. تو هم یه جوری هستی. بگویم یه حالی. چه حالی هم؟ بیا میری گم گور میشنیدم پیدا کنم. معلوم نیست چته. هیچیم نیست. هیچیم. تا گم گور نشیم بتونم تو رو پیدا کنم هیچی نیست. منو بعد دنبالم اومد تا پیدا کرد. اومدم خیلی اومدم نمیشه پیدا کرد. بی خود کردی اومدی. نه یا هر چقدر بیایی نمیرسی. انقدر میام تو پیدا کنم. انقدر میام تو پیدا کنم. حالا میبینی بیارون نباشه. آدم ازدواج نیستم.
تو چرا دالا ازدواج نکردی؟ به من میاد ازدواج کنم؟ چرا نیاد؟ چته؟ خوب من نگاه کن. به میاد زنی کسی باشم؟ یعنی کسی میتونه شوهر من باشه؟ لیزر کوتاه بیا. این پیرجیت باردویی. حالا شاید یه وقتی دید نظرم عوض شد. بستگی داره. به چی؟ به اون کسی که پیدا بشه. من خودم سمبالا دوست دارم. جا افتاده. اخلاقتو خوب کنی شاید خودم آدم این وضع ذهنت آوردم. خب من نمیگیرمت. ضعیفی. این کارم بکن. یه کار از دستت برمیاد برام بکن. میتونی بکن دیگه. چند بادم دنبالت میدوام. خیلی خوب، اصلا نمیخواد پول بدی. تختت کجاست؟ یکی میذاریم اونجا، یکی این لا. چی؟ یکی هم بالای پرده. دوربین برای چی؟ میخوای معروف شی، میخوای بتره کنی، میخوای زلزله بیاد دیگه. خب باید فیلم بگیریم. چه فیلمی؟ یکی رو صدا میکنی، فیلم میگیری، میدی به من شعر میکنم، لاشخورا حال میکنن، کسی هم دیگه کاری به صدا نداره. چیه؟ مات شدی؟ ها؟ نمیتونی؟ همین بود ها؟ سخته. رود نمیشه. برات بد میشه. آره؟ میگم یه حالی. محسن این چه وضعیه؟ بگو سه ردیف دیگه بچینه، این کمه. خب تابلو میشه، داره میره تو شهر. یه لحظه است. اون که کلا یه لحظه است. چه 6 ردیف چه 3 ردیف. بگو تا جا داره جا بدن. من نگرانم. شما نگران نباش، این بار به همه میرسه. نه نمیرسه. ملت تشنن، میخوام سیراب شن. میخوام جگرم خنک شه. بابا جنگ مگه؟ این بار قسمت هر کی باشه، روزی هر کی باشه بهش میرسه. بعد من میدونم این بار یه تا استکان بزنی پولی. مال فنرش بود نه رگلاژ کامل شده، چوب پنبه‌اش هم مقدار مشکل داشت. بزنید تست کنید بعدم ببرید. چقدر شده؟ 220 تومن. یه جور دیگه باید حرف میزنم شاید گوش بدی. آفرین بهت میگم، با امیر و ملیحه خیلی داری خوب پیش میری. قطعا میتونی آبروشونو ببری. اونو هم خرن راحت میذارن وسط قبرستون بی‌حیثیتشون کنی. برو ببینم چی میشه.
اون جوگندم جذابم اصلا و ابدا از جای دیگه پول نمیگیره. آمار غلط هم بهت نمیده. اصلا فکر نکنی تقیش در اومده لو رفته به تو آمار میداده ها. اصلا فکر نکنی داره برای اونا خوش خدمتی میکنه تو رو گیر بندازه که اونا ببخشنش ها. نه اصلا. اون یار غار توه. ما بدیم. خوبه اونه. هرچی میگه گوش بده. قربانت، فقط صدا رو دیلیت کن. باتری تو چرا در بردی؟ خوردی به دیوار؟ چیزی گیرت نیامد؟ من کارمو کردم. چه قشنگ کارتو کردی. آفرین، جستی دیگه. ترس نداره که. بگو. به من چه راحت میگم. بگو با هم کار میکردیم. بگو هوامو داشتی. بگو هر کاری از دستت برمیومد بر من میکردی. بگو ات پول میدادم. کم بود پولم؟ بو میداد پولم، نه؟ اونا باید بیشتر میدن. هوا تو بیشتر دارن. چی فکر میکردی؟ به حرفات گوش نکردم؟ من آدمی بودم که به حرف کسی گوش بدم؟ ببین، من بد نبودم برات. این همه سال آمار غلط بهت ندادم. تو کارتو میکردی، ما هم کاری به کارت نداشتیم. بر اینطوری شد. ترسو. مشتبا ها، سرینو بپوش. اینا چی آخه بابا؟ همه چی بوگن میده دیگه. ببخشید دیگه. قارچ نگیرم، معلوم نیست اینا تن کی بوده که آخه. این بوی لباس شوییه، چیز بدی نیست که. یا تیمبرلند هم برات پیدا کردم. قشنگ بپوش با رغبت از ته دل. خب بابا آروم. معلوم میشه مال خود نیستا، میفهمم. این خوبه مثلا؟ دهنتو باز کن. این چه؟ آرومت میکنه. اونجا یه کارایی هست که باید خودت بکنی، نکنی معاف نمیشی ها. من همه کاراشو کردم، حله. فقط اون تو نمیتونم بیام. همش همونایی که با هم تمرین کردیم، همه رو بلدی. 100 بار باهات چک کردم. فقط حواستو جمع کن. اگه یه وقت چیزی یادت رفت جواب سر بالا میدی. تو میتونی. پرونده بیمارستانت، گواهی پزشک، ساعتتو در ساعتتو. چرا اینجوری میکنی؟ چته؟ اگه نمیتونی همین الان دور بزن برگردیم ها. میترسم خراب کنم. نه بی خود میترسی. الان وقتش نیستا. خالی کردی؟ همش همونی که با هم تمرین کردی؟ همه رو بلدی. افسرده‌ای، بهشون نگاه نمی‌کنی، تو خودتی. زیر بارم نمیری. میگی بر من حرف در آوردن. ترس نداره که. برو پارک کن بیا. من جلوتر میرم. خب مشکل شما چیه؟ من حالم خوبه.
خانواده‌ام به زور منو فرستادن اینجا، به زور بستری میکردن، میگن صدا میشنوی چیز داری فرنیکی نمیدونم، هی یه پاپوشیه من فکر کنم برای ارث و بیزنس بابامه، ولی من خودم به نظرم هیچ مشکلی ندارم. یکم افسردم من، فقط میدونم دیپرشن دارم چون که تست دادم تو اینترنت، میدونم مشکلم چیه. دوست ندارم بمیرم ولی دوست داشتم مرده بودم، نمیدونم میترسم از همه چی، برای همین فکر میکنم اگه منو بفرستین بهتر باشه، شاید برام خوب باشه. احتیاج دارم به تغییری الان تو زندگیم، هر جا میخواد باشه. زبونی تو دیگه. پیراهنتو بده بالا. خیلی خوب. شما بیرون باش صدت میزنن. آقایون توجه کنن، اسامی که اعلام میکنن محافظ رسم یا محافظ دائم یا سرباز شناخته شدن. اونایی که محافظ دائم شدن میان فیش میگیرن، فیش رو پرداخت کردن میارن همینجا تحویل میدن. آقای مصطفی امامی محافظ رسم، حسن عابدی محافظ رسم، محمد عبدالله زاده سرباز، مجتبی براتی محافظ دائم، تموم شد. ایرج عظیمی محافظ دائم، محمد زلفقاری محافظ دائم، وحید رضایی محافظ دائم. اونایی که محافظ رسم شدن برای خونه‌هاشون. آقا فیش از کجا؟ فیش واژه بغل برداریم. محافظ دائم. فردا ظهر به بعد. فردا چرا؟ شلوغی شب جمعه. خب نشد دیگه، باز داری شما حرف خودتو میزنی. چرا؟ از من پول گرفتی اینا رو بگی؟ من پول دادم دست شما که درستش بکنی، نه اینکه با این ریخت و سر و وضعم بیام اینجا بگم شلوغ کنم، نمیدونم قبرتون رو خراب میکنم، زمین رو صاف میکنم، در شأن من نیست. مشکل صاف کردن نداریم، لودری که از ساختمون میاریم هماهنگه، شما نگران نباش. تنها راهش اینه، نمیخوای پولو برگردونم. پولو که نمیشه برگردون، هزینه کردیم، هماهنگ کردیم کلی. پولو برگردون. تازه من اعدای صاف کردم در میاره مردم بترسن. شوه یا برم فک و فامیلشون شکایت کنن، اوقافم سر و صدا اینا رو بخواد بخوابونه، بیاد پول زمینتو بهت پس بده دیگه. آها این درسته. اون وقت اینا پشت ما نیست، این پول خوردن نداره، والا خوردن نداره. الان آه شما که پشت این مرده هاست، این که بدتره. نریزن بگیرنمون. بهتر همونیه که من میخوام. من میشه تو رو گرفت، میپیچه که همه جا. اینجا هم از خواب نیاوردی؟ کلا از اسباب خوشت نمیاد. آدم حسابی شدی. گفتی 2 تا سفارش میدادم. از این موش و گربه بازی ها خوشم نمیاد. چرا آمدی تو؟ خالی کن خودتو. ترسیدی؟ خوب بود. آفرین، باریکلا. اومدی ببریم. دیرتر میومدی بهتر. یه شب دیرتر.
مردم مینداختن به جون امیر و ملیحه، دقشون میدادم. بی حساب میشدیم. یه شب دیرتر منم یه نفسی میکشیدم، آروم میشدم. یه شب دیرتر فقط. مریضی تو. فهمیدی دنبال تیم تمومش میکردی. جمع کن بریم. همون دیشب میتونستم جمع کنم برم ولی نرفتم. بدم میاد. آدم فرار نیستم من. پاش واسادم پای همه چیش. هر چی شد شد. فردا صبح میام. جمع کن بریم ماشین پایینه. اینجوری نبر من. یه شب وقت بده. منو به زور نبر. بدم میاد نبشنوم. برو لطفا. میدونیم جای شما اینجا نیست خانم میرزایی. مجبور شدیم. بعد کارمونو میکردیم. میدونستی دنبال تیم میتونستی بشینی خونت کاری نکنی. ولی خب مثل این که شما دوست نداری یه چیزایی رو، معمولی نیستی. کاری با آدمای معمولی نداریم. چیکار باید میکردیم؟ نه خودم خستم. دوست دارم یکم استراحت.